آنها آموختند که چگونه با جادوگری بین مرد و همسرش جدایی بیندازند. اما غافل از این که خداوند نمیگذارد به کسی زیان برساند مگر آنکه خود خدا اراده کرده باشد. با آنها در حقیقت چیزی را آموختند که نه تنها نفعی برایشان ندارد بلکه زیان و نکبت آن متوجه خود آنهاست و خود آنها نیک می‌دانند آنکه چون این کالای زشتی خریده است هیچ بهره‌ای از حیات جاودانی نخواهد داشت و اگر آگاهی از حقیقت داشتند می‌فهمیدند که خود را به بد چیزی فروختند. اما اگر به جای افسون و جادوگری به خداوند قادر و آگاه ایمان می‌آوردند و حرمت فرمانهای خدا را نگاه می‌داشتند برایشان از هر چیز دیگری با برکت‌تر بود اگر می‌دانستند.